داریم اومدم براتون یک اینا نمیدونم اسمش چیه از اینا که سر اینا میزنم اینو باکس کنم ایموشنال دمیج نه برینم داخلش یک جوری هم جوشیزم اینطوریه از اینا سر این چیزا میزنن که اینو میزنن وقت کنم اینجا المنت داره که گرم میکنه غذا رو میپزن فعلا ما این لازم نداریم توهم حاجی من میگم اینو بکشم نه بذار آخر کار این لازم خب اول شیشه شو در بیاریم اینا رو جا بدیم جعب اولیات خب بذار اینو اینطوری بکنیم داخل این از حلقومش بکشه بیده یکی دیگه چاقو در میاریم این برای این براش شما نگاه کنیم بچه این 3 تا پیچ داره درسته؟ از این 3 تا پیچ هیچ کدوم الان باز نمیشه انگار کولر شده زنده اینا رو این کنارش رو بدم بالا و از اینجا اومدم بالا پیچ کنارش میبره یا ببره بعد که شیشه شد در آوردیم یا ویدیو رو الان آها شیشه الان در آورد این از این بسیم شیشه شکم خطرناک خیلی اول درش بیاریم من بیاد از بدبختی زیاد بکنم ریدمش درش آوردم که برای پرده چیزی بالیه حالا کاری با این نداریم شیشه دیگه چه قشنگ گرد درش آوردم خب این اینطوری شد قبلا اینطوری بود الان اینطوری شده داشته باشین که خیلی از این ویدیو میذارم ممنون از شما که لایک و سابسکرایب همین عضو شدن در کانال و چیزم بذارین مثلا نظر بذارین که چی مثلا باز کنم مثلا آنباکسش کنم هر چی بگین من براتون میزنم بعد این اینطوری شد الان نوبت اینجا که با این نمیشه کنیم با این باید کنیم قشنگ لا بدیم اینطوری برینیمش که واقعا این سالم بود بچه ها که دارم میرینمش دیگه لازمش نداشتیم گفتم بیارم برای بچه ها برینیمش آها اینطوری بهتره نکنین این کار پیش میده سرویس بعد از بدبختی خیلی زیاد دوباره امتحان میکنیم حالا تعداد زیاد بالاخره تونستم این گوشه‌هاش اینطوری با چاقو بلند کردم الان هر 4 تا پیچش در میاد به جز یکیش این الان درش میاد اصلا قصه نخورید نگاه کنید در خب امیدوارم لق شده باشه اون یکی این که لق شد یه پیچو در آوردیم یه پیچ در اومد
انگار نصفش باز شد. حالا این لغ شدش. درست شده نکردن بودیم. این هم از این داخلش هم موتورکال داره. یه پیش مونده برای یه لحظه پایانی. ببینیم داخلش چیه. حتما چنل منو سابس داشته باشین، مشترک شده باشین. این شما و این داخل این چیزی نداره. دنبال این بودیم. چیزی زیاد موجود نداره، فقط این که با فنره. المنت دیگه چیز باحالیه که باهاش بازی کنیم. حالا باحالیش اینه فنریه. اینا همه این آجر مانن چیزاییه. شبیه آجر. نگاه چند تاش شکسته. توی باحالیه. میخواد این فنریه. فنر دونه چیز باحالیه. المنت که داغ بشه. چیزی نیست راستی. این ورش این هم که اومد روش زدم ریدیم خودش. این هم که شیشش بود وسطش. این هم این از سیمش که ولو شد. البته نه یا این خط میکنیمش توی این. بعد اینو میزنیمش به برق. بعد خودتون میدونید چی میشه دیگه. قشنگ ریدم. البته ریدم یک کار دیگه. بکنم این اضافه هم گذاشتم. چون نگاه کنین اگه اینو اینطوری درستش کنین اینقدر اینجا اضافه میاد. قشنگ درست نمیاد. بکنیم برای این بالاش بود. باحالیه. مزید گوه میداد. اصلا مزید نمیداد. اینم از این و اینش و این. راست شد. مامانم منو میخوشه. ممنون از این که تا آخر این ویدیو با ما بودین. چنل من سابسکرایب داشته باشین که ویدیو خیلی باحالی میذارم. ویدیو از همینا مثلا آنواکس کنم یا شما داخل کامنت های من بگین چی آنواکس کنم دیگه همین. ولی چنل من لایک کنین که به شدت به لایک و سابسکرایبتون لازم دارم و واشتای موجودتون پرشه. این شدن اینجاش چرا کوچیک گذاشتم.